أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 9 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 10 را از این کتاب تعلیم زبان عربی برای شما تقدیم بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس العاشر، یعنی درس 10. در درس 10 همچنین صاحب کتاب برای ما و شما چند کلمه های نو برای حفظ کردن تقدیم و پیشنهاد میگرداند. میگوید که مقعد التلمیذی. مقعد التلمیذی یعنی جای نشست شاگرد، یا میتوانیم بگوییم پرته، یا آن استلی که شاگرد در آن می نشیند. مقعد جای نشست، مقعد جای نشست. التلمیذ یعنی شاگرد. مقعد التلمیذ جای نشستی شاگرد. این رو میگویند مضاف و مضاف الیه، یعنی مقعد مضاف است، التلمیذی مضاف الیه است. مضاف الیه همیشه آخرش کسره می شود، چطوری که شما دیده استودید که مقعد التلمیذی، تلمیذی مضاف الیه هست، آخرش همیشه کسره می شود. بعد از این میگوید که یقرأ. یقرأ می خواند. درس گذشته ما این را بیان کردیم. اقرأ بخوان فعل امر بود، قرأ گفتیم فعل ماضی، یقرأ فعل مضارع، اقرأ فعل امر. پس یقرأ می خواند و یک مرد در زمان آینده. یکتبو، یکتبو می نویسد و یک مرد. و همچنین اینجا جای ذکر است که بیان بکنیم یقرأ یعنی می خواند و یک مرد، زمان آینده است، اما فعل مضارع 2 زمان در بر میگیرد. یک زمان حال را، یعنی که میتونیم بگیم یقرأ یعنی حال خوانده ایستاده است، یا میتونیم بگیم یقرأ در زمان آینده میخواند. یعنی فعل مضارع 2 زمان در بر میگیرد، زمان حال و زمان استقبال. حال یعنی حال همون کار کرده ایستاده است، مثلا یقرأ حالا میخواند، مثلا یکتبو حالا می نویسد. و باز می شود که بگیم یقرأ یعنی در زمان آینده می خواند، یکتبو در زمان آینده می نویسد. پس یکتبو رو همچنین درس گذشته بیان کردیم. کتب فعل ماضی، نویس و یک مرد در زمان گذشته. یکتبو فعل مضارع، می نویسد و یک مرد در زمان آینده یا نویسته ایستاده است، حال آن مرد. و اکتب فعل امرش می شود. بعد از این میگوید خذ. خذ یعنی بگیر. خذ فعل امر هست، فعل ماضیش می شود اخذ. اخذ، اخذ یعنی گرفت. یأخذ، یأخذ یعنی میگیرد. اخذ فعل ماضی، یأخذ فعل مضارع، میگیرد و یک مرد در زمان آینده. خذ فعل امر هست، یعنی بگیر تو یک مرد. بعد از این ما درس گذشته بیان کردیم که اگر میخواهی زن رو بگویی در آخرش یا همراه میکنی، چطوری که یا رو همراه کردن، و پیش یا رو کسره میکنی و این ذال رو کسره کردن. پس شد خذی، یعنی بگیر تو زن. خذ بگیر تو مرد، خذی بگیر تو زن. بعد از این میگوید هاتی. هاتی بیده. این فعل امر هست، اما این فعل امر فعل ماضی ندارد و فعل مضارع ندارد.
از این حساب این هاتی را اسم فعل امرش میگن. نام این اسم فعل امر هست. یعنی چی؟ یعنی فعل زمان گذشته و فعل زمان آینده ندارد. هاتی بده، خلاص، همین یک فعل امر دارد. پس هاتی برای مرد است، یعنی بده تو یک مرد. هاتی بده تو یک زن. در آخرش یا را همراه کردیم، پس شد برای زن. هاتی بده تو یک زن. هر دو اینها اسم فعل امر هستند. اینها فعل ماضی و فعل مضارع ندارند. بعد از این میگوید ورقون. ورقون ورق، با توش که ما و شما هم ورق میگوییم. ورقون یعنی ورق. بعد از این اوراقون. اوراقون ورقها. ورقون مفرد است و اوراقون جمع است و جمع جمعی تکسیر است. اوراقون یعنی ورقها. بعد از این میگوید کرسیون. کرسیون یعنی استال. کرسیون کرسی، پس وجهی فارسی ما و شما همچنین کرسی می شود، اما ما و شما استال رو استفاده میبریم. پس کرسیون استال، این مفرد است یعنی یک استال. جمعش کراسیو یعنی استال ها. دقت دادید کراسیو همچنین اسمی غیر منصرف است. آخرش ببینید تنوین قبول نکرد. چرا؟ زیرا اینکه اسمی صیغه منتهی الجموع هست. ببینید سیم حرفش الف است. کرا سیم حرفش الف است. بعد الف سه حرف دیگر است. کراسیو، یک تا سین دو تا یا و یا یکمش ساکن است. کراسیو یا یکم ساکن است. پس ما گفتیم صیغه منتهی الجموع سیم حرفش الف می شود، بعد الف دو حرف حرکت دار می شود، یا سیم حرفش الف می شود بعد الف سه حرفی دیگر می شود که بینگیشان ساکن باید باشد. در اینجا کراسیو سی یا یکم را ببینید ساکن است. پس این صیغه منتهی الجموع است و این تنوین را قبول نمی کند. و این هست کلمه های نوی درس دهم. اینها اول حفظ کرده شود، بعد از حفظ کردن اینها بگذارید به حوار، به گفتگوی درس دهم. خب این حواری درس دهم است. در حواری درس دهم صاحب کتاب از این کلمه های نوی که خواندیم و از کلمه های گذشته، درس های گذشته برای ما و شما حوار گفتگوی تقدیم میکند. ببینید چی میگوید. میگوید که این مقعد التلمیذی، یعنی در کجاست جای نشست شاگرد. این گفتیم اسمی استفهام برای مکان است، یعنی جای پرتر پرسیده است، جای نشست شاگرد را پرسیده ایستاده است. میگوید این مقعد تلمیذی. تلمیذی مضاف الیه هست، مضاف الیه همیشه آخرش کسره می شود. این مقعد تلمیذی، پس این خبر مقدم است، یعنی متعلقش خبر مقدم است. مقعدو مبتدای مؤخر و مقعدو مضاف و التلمیذی مضاف الیه می باشد. جواب میتید میگد که هناک فی الفصل، یعنی آنجا در صنف است. آنجا در صنف است. هناک ظرف است. هناک ظرف است. فی الفصل جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدای محذوف است. در اینجا مبتدا محذوف است. اصلی کلام این طور است که مقعد التلمیذ هناک فی الفصل، یعنی جای نشست شاگرد آنجا در صنف است. اینطور باید گفته شود. اما جایز است که ما مبتدا را در اینجا حذف کنیم. برای چی جایز است؟ به خاطر آنکه قرینه علامت وجود دارد که مبتدا محذوف است. اون علامت چی است؟ علامت سوال است. این مقعد تلمیذی.
ان همین سوال دلالت بکند که هناک فی الفصل در جوابش مبتدا را ذکر نکرده است. در دوامش میگه ما هذا، چیست این؟ ما گفتیم مای استفهامیه برای غیر عاقل است. مای استفهامیه برای غیر عاقل است. ببینید ما هذا، چیست این؟ یعنی چیزی غیر عاقل را پرسیده ایستاده است. در جواب میگه کرسیون، یعنی استال است. پس استال غیر عاقل است. استال را من هذا گفته نمیپرسیم، نمیگیم کی است این. کی است این بگیم کی است برای انسان است، برای عاقل است. اما ما هذا برای غیر عاقل است. از این حساب در جواب گفت کرسیون، یعنی کرسی است، استال است. بعد از این میگه لمن هذا، لمن هو، از کی است وی؟ لمن هو. اکنون اینجا در من برای عاقل است. اگه صاحب کرسی را پرسیده ایستاده است، صاحب کرسی عاقل می باشد. میگه از کی است؟ هو وی، یعنی کرسی. کرسی از کی است؟ لمن جار و مجرور، خبر مقدم، هو مبتدا مؤخر. میگه للمعلمی، از معلم است. للمعلمی خبر مبتدای محذوف است، یعنی هو للمعلمی، یعنی وی از معلم است. وی یعنی کرسی، کرسی از معلم است. بعد از این میگه خذ القلم، بگیر قلم را. خذ اصل ساکن بود، پس این کسره ساکن، کسره ذال، خذی ذی، این کسره عارضی است، یعنی کسره اصلی نیست. کسره است که به سبب التقای ساکنین با وجود آمد. خذ لام را ببینید ساکن است، ذال ساکن. در زبان عربی دو ساکن بری بر بری در بر نمی آید. از این حساب میگه خذل، ذال را کسره میتیم، خذل قلم، بگیر قلم را. خذ فعل امر، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر وجوبا انت، القلم مفعول به. بعد از این میگه هات الکتابه، هات الکتابه یعنی بده کتاب را. هات الکتابه، بده کتاب را. هاتی اسم فعل امر مبنی علی الکسر و فاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره انت، الکتابه مفعول به. هات الکتابه یعنی بده کتاب را. بعد از این میگوید عبدالله یقرأ الدرس، عبدالله میخواند درس را. عبدالله یقرأ الدرس، عبدالله میخواند درس را. پس عبدو، عبد مضاف و الله مضاف الیه. برای هم خاطر ما گفتیم مضاف الیه همیشه آخرش کسره میشه. ببینید عبدالله، عبدالله بگوی غلط است، عبدالله بگوی غلط است، باید بگوی عبدالله. پس عبدالله این مضاف مضاف الیه مبتدا است. یقرأ الدرس، یقرأ فعل مضارع است، فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو، برمیگردد به عبدالله. الدرس مفعول به است. پس یقرأ الدرس جمله فعلی در محل رفع میگوید خبری عبدالله، خبری مبتدا. جمله فعلی در محل رفع خبری مبتدا. عبدالله یقرأ الدرس یعنی عبدالله میخواند درس را. بعد از این میگوید سلیم یقرأ الکتاب و محمود یکتب الدرس، یعنی سلیم میخواند کتاب را و محمود مینویسد درس را. سلیم یقرأ الکتاب، سلیم مبتدا، یقرأ فعل مضارع، فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو، یعنی وی که سلیم برمیگردد به سلیم. الکتاب مفعول به. سلیم یقرأ الکتاب، سلیم مبتدا، یقرأ الکتاب جمله فعلی در محل رفع خبر مبتدا. سلیم یقرأ الکتاب، سلیم میخواند کتاب را. و محمود یکتب الدرس، این واو را نامش در اینجا
واو استئنافیش بگوییم می شود. جمله نو رو شروع میکند که میگوید محمودون، یعنی اینجا واو عاطفه نیست، واو استئنافیه است. واو در زبان عربی معنای خیلی زیاد دارد که در علم گراماتیکا معناهای واو خوانده می شود. و محمودون یکتب درس، و محمود می نویسد درس رو. محمود باز مبتدا است و یکتب فعل مضارع فاعلش یعنی فعل به فاعل نمی شود. یکتب را فاعلش هوای در تحتش پنهان است و فاعل با پیش از فعل نمیاد. نمی شود ما بگیم محمودون فاعل یکتب است، برای محمود پیش از یکتب اومدگی است. پس میگیم یکتب را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو است، الدرس مفعول به است. پس محمودون مبتدا است و یکتب درس جمله فعلی در محل رفع خبر محمودون است، خبری مبتدا است. بعد از این میگه ما هذا، یعنی چیست این؟ ما هذا چیست این؟ معلوم شود ما برای ما استفهامیه برای غیر عاقل بود، یکون چیزی غیر عاقل رو پرسیده استاده است. میگوید مقعد تلمیذی، جای نشستی شاگرد است. پس معلوم شد که چیزی غیر عاقل رو پرسیده استاده است. پس مقعد تلمیذی خبری مبتدای محذوف است. اصلش این طور است که هذا مقعد تلمیذی، این جای نشستی شاگرد است، یعنی مبتدا محذوف شدگی است. در اینجا هم قرینه برای حذف مبتدا سوال است. ما هذا چیست این؟ می شود بگوید که هذا مقعد تلمیذی، یا می شود بگوید که هذا را حذف کند، نگوید و بگوید که مقعد تلمیذی، خبر را تنها بگوید جایز است در همین صورت. بعد از این میگوید این راشدون، یعنی در کجاست این رشیدون، در کجاست رشید؟ رشید نامی آدم است. این رشیدون، در کجاست رشید؟ این گفتیم اسم استفهام، ظرف استفهام برای چی است؟ برای مکان است، یعنی جایی رشید را پرسیده استاده است. میگوید رشید در کجا است، مکانش کجا است. میگوید که هناک فی الحجرتی یقرأ الدرس، میگوید آنجا در حجره است میخواند درس را. دقت بدید، هناک ظرف است، این مبتدا شدن نمیتواند، هناک ظرف است. فی الحجرتی جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری مبتدای محذوفش میگوییم. پس هناک ظرف است، فی الحجرتی خبری مبتدای محذوف است، یعنی معلقش خبری مبتدای متعلقش خبری مبتدای محذوف است. پس یقرأ الدرس، یقرأ فعل مضارع فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو، الدرس مفعول به. پس یقرأ الدرس جمله چی است؟ این را میگوید که یقرأ الدرس جمله حالیه است، یعنی اصل جمله این طور است، هو یعنی رشید، یا میتونه بگه رشیدون هناک فی الفصل حال کونه یقرأ الدرس، یعنی که رشید آنجا در حجره است در حال بودنش درس را میخواند، یعنی حالش همین است که درس خونده ایستاده است. پس یقرأ الدرس میگوید که جمله فعلی در محل نصب حال از رشید است، یعنی حال رشید همین است که درس میخواند. دقت دادید؟ پس این طور تحلیل کرده می شود. بعد از این میگوید این عبدالله، در کجاست عبدالله؟ این عبدالله، عبدالله در کجاست؟ این اسم استفهام ظرف دلالت میکند به مکان. این یعنی در کجاست، خبر مقدم، یعنی متعلقش خبر مقدم. عبدالله مبتدای مؤخر، عبد مضاف، الله مضاف الیه. این عبدالله، در کجاست عبدالله؟ میگوید فی الفصل یکتبو، در صنف می نویسد. فی الفصل یکتبو یعنی در صنف می نویسد. فی الفصل جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری مبتدای محذوف است. اصل جمله این طور است که عبدالله فی الفصل، یعنی عبدالله در صنف است. پس فی الفصل خبری مبتدای محذوف باشد. جمله یکتبو چی است؟ یکتبو فعل مضارع
مرفوع لتجرد یعنی النواصب والجوازم، آخرش بینید مرفوع است و فاعل و ضمیر مستتر تقدیر هو و جمله فعل میگوید در محل نصب حال از عبدالله را بیان کرده ایستاده است. یعنی که عبدالله فی الفصل حال کونه یکتبو، یعنی عبدالله در صنف است در حال بودنش می نویسد، یعنی در حال نوشتن است. دقت دادید؟ یکتبو در محل نصب حال از عبدالله شده ایستاده است. بعد از این میگوید که یا فاطمه تو، ای فاطمه، یا حرف ندا فاطمه تو را نامش منادا می شود. فاطمه منادا است. منادا اسم مفرد که است مبنی علی الضم شد. یا فاطمه تو، میگه ای فاطمه خذی هذه الاوراق، بگیر این ورق ها را. خذی بگیر این ورق ها را، بگیر تو این ورق ها را. خذ فعل امر است و فاعلش در اینجا چی است؟ این همین یایی که میبینید خذی، همین یا ضمیر متصل مبنی علی السکون در محل رفع فاعل خذ است. بگیر تو یعنی فاعل است. ما گفتیم فعل به فاعل نمی شود، پس فاعل خذ خب فاعل بگیر انا همین یا است. هذه اسم اشاره مبنی علی الکسر در محل نصب مفعول به است. یعنی بگیر تو، چی را بگیر؟ مفعول به، یعنی که همین را. در آخر مفعول به ما گفتیم که را در ترجمه همراه می شود. این را اوراق ورقها را، هذه الاوراق این ورقها را. هذه در محل نصب مفعول به است و اوراق بدل از هذه است. زیرا که ما بارها تکرار کردیم که بعد اسم اشاره اسم بیاید که معرف به ال باشد اون بدل می شود. بعد از این میگوید یا زینبو، ای زینب. یا حرف ندا، زینبو منادا. منادا اسم مفرد که بود مبنی علی الضم شد. یا زینبو مبنی علی الضم فی محل نصبش میگوید. مبنی علی الضم فی محل نصب. هاتی تلک الاقلام، هاتی تلک الاقلام یعنی بیده آن قلم ها را. هاتی بیده تو. هاتی اسم فعل امر است. فاعلش انا همین یایی که میبینید همین فاعلش است. هاتی فعل و فاعل. تلک، تلک این چی است؟ مفعول به است. اقلامه بدل از تلک است. تلک اسم اشاره برای بعید بود، برای دور. اکنون دقت بتید تلک اسم اشاره برای دور مفرد مؤنث است. چرا مفرد مؤنث آوردیم؟ زیرا اینکه الاقلامه، اقلام این جمع غیر عاقل است. ما گفتیم که در جمع غیر عاقل اسم اشاره مفرد مؤنث استفاده برده می شود. پس در اینجا همین کار کردیم. تلک اسم اشاره مفرد مؤنث است و اقلامه جمع غیر عاقل است. پس میگه هاتی تلک الاقلامه یعنی بیده آن قلم ها را. بعد از این میگه لمن هذا الکرسی، یعنی از کی است این استال؟ در جواب میگوید للمعلمی، یعنی از معلم هست. للمعلمی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدای محذوف است. اصل جمله این است که هذا الکرسی للمعلمی، یعنی این استال از معلم هست، از استاد است. این استال از استاد است. پس این هست حوار درس دهم و با همین حوار درس دهم همچنین به پایان رسید و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی مسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.